کالکشن امروزمون از دل مراکش اومده. یک حس تابستونی، البته تو دل زمستون، نمیدونم چرا باید حس تابستونی بگیریم، ولی قراره بریم توی تابستون مراکش و یه مسافرت ساحلی جذاب داشته باشیم. با کی؟ مایکل کورس جون. پس بزن بریم. به یه ویدیوی از فشن فریم خیلی خوش اومدید. من سنا، منم سحرم و توی این کانال در مورد هر چیزی در مورد فشن باشه راجبش بررسی و تحلیل می‌کنیم. و الان که تو هفته مد نیویورکیم و به سومین اپیزود از تحلیل و بررسی هفته مد نیویورک یعنی مایکل کورس رسیدیم، قراره بریم به دل یک سفر تابستونی به مراکش، نروژ و حتی ایالات متحده. خب شروع کن. همونجوری که کلیت متوجه شدیم تم کلی و الهام این کالکشن سفرهای تابستون. چرا این انتخاب کرده اصلا؟ چون دنبال یه ترکیب ظرافت شهری با حس اون آزادی که میخواد و راحتی که داشته باشه است. دقیقاً. رنگ‌هایی که استفاده کرده بود غالبا اون حالت سایه گرم غروب رو داشت. بعد سایه‌های طبیعی که استفاده کرده بود، رنگ‌های پاستلی که استفاده کرده. سایه طبیعی منظورم اون سردی رنگ است، مثلا آبی و مشکی یکم قاطی میشن. منظورم اوناه. بعد یه جورایی بیاد یادآور سفری باشه که داشته. قشنگ همه این پالتاش برای این اساس بوده و مخصوصا مناطق گرمسیری مثل سایسیل، یونان و بیکسور. این نمایش در یک انبار به نام ترمینال ورهاوس برگزار شده با حضور مدل هایی که پوست آفتاب سوخته داشتن و دکور گیاهان ساکولنت که یک نوع پوشش گیاهی خاص یونانیه که حس سفر به مناطق گرمسیری رو منتقل می‌کرد. طراحی متریالاش، اول بگم لباس‌ها خیلی راحت و شیک بودن و شامل کت‌های بدون یقه، شلوارهای گشاد با کمربند، تونیک‌های پولو و پیراهن‌های بدون آستینه که کاملا مناسب فضای تابستون است. دقیقاً. متریال‌ها و کلاً سبکایی که استفاده کرده بوده، پارچه‌های کرپ پشمی بوده، ابریشم‌ها و چرم‌های سوراخدار بوده که می‌مانه این حالت ظاهری سبک و مناسب هوای گرم رو ایجاد بکنه. همچنان که پاییز و زمستون رو داریم، یه سری هم زده به تابستون بهار. جزئیات تزیینیش که من خیلی دوست داشتم استفاده از گربنده‌های آویز بوده، کیف‌های بزرگ چرمی که خب برای کسی که داره سفر میره، میخواد بره خرید بکنه و یه کیف کاربردی میخواد، به نظر من خیلی خوبه. صندلی تخت که به ظاهر کلی جلوه لوکس میدن اما راحتن و برای یک سفر طولانی و پیاده روی توی شهرهای گرمسیری خیلی جذابه. و یه چیزی که خود طراح در موردش صحبت کرده اینه که میگه مد امروزی باید هم زیبا باشه هم مفید، نه فقط برای مهمانی یا صرفا یه عکس گرفتن، باید جهانی باشه. در واقع برای کسی که هر روز توی شهر زندگی میکنه، سفر میکنه، هوای گرم رو تجربه میکنه، کورس خواسته که راحتی، لوکس بودن رو با همدیگه در کنار اون به مخاطبهاش هدیه بکنه تا لباسای حس نفس کشیدن به مخاطبشون بدن. یه چیز دیگه که مایکل کورس در موردش خیلی صحبت کرده، حسیه که میخواسته به مخاطب بده که یه تعادل زیبا بین زندگی شهری و طبیعت بوده و بین برازندگی و خودمونی بودن. و لباساش نه اونقدر رسمی هن، نه اونقدر ساده و کژوال که شما حس شلخته بودن از اون افراد بکنید، در این حالی که مثل حسی که در این حالی که تلاشی برای شیک پوشی نکرده ولی شیک و درخشنده و زیباه. یک نکته در مورد خود چیز بگم، در مورد کفش هاشون بگم. کفش هاشون فوق العاده راحت بوده و خود کورس گفته که از یه متریالی استفاده کرده از جنس بامبو برای کفیای کفش ها که هم تنفس پذیری فوق العاده بالایی داشته و هم نرم و انعطاف پذیر بوده، چون معمولا صندل ها کفش های راحتی نیستن و برای پیاده روی طولانی شاید پا رو اذیت کنن، ولی کورس گفته شما با این کفش ها میتونید ساعتها پیاده روی کنید و از قدم زدن توی شهر تابستونی لذت ببرید. این بود از کالکشن مایکل کورس که
یکی از کالکشن مورد علاقه من بود و بیشترین وایب تابستون و اسپرینگ و بهار رو به من میداد. و اگر دوست دارید که در مورد کالکشن های دیگه بدونید، چون خب توی فضای یوتیوب محدوده و ما نمیتونیم یه عالمه ویدیو بذاریم، من تمام کالکشن های هفته مد نیویورک رو براتون با عکس و تحلیل کامل توی کانال تلگرام گذاشتم که لینکش تو دیسکریپشن هست، میتونید برید ببینید. اگر خواستید ویدیو کامل کالکشن مایکل کورس رو ببینید، اونم لینکش رو تو دیسکریپشن براتون گذاشتم. همین الان میتونید برید کالکشن کامل رو ببینید. و مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.